Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Wisdom Educational Academy. I'm Hamid Uriakhil. Hope you are all doing well, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. با Wisdom Educational Academy خوش آمدید. حمید اوریاخیل هستم. خدا کنه که تمامتان خوب و صحتمند باشید. خب شاگردان عزیز، ما در درس گذشته در ویدیوی قبلی از خانواده پارت آف اسپیچ یعنی اجزای کلام، کانجنکشن، حرف ربط یا حرف ارتباط را خواندیم و خدا کنه که یک چیزی فهمیده باشید. و درس امروزی با شما هم از خانواده پارت آف اسپیچ یعنی اجزای کلام، اینترجکشن، حرف ندا را میخونیم. ببینیم که حرف ندا چی است، به خاطر چی استفاده میشه و اهمیت حرف ندا در جمله چی میباشد. خب شاگردان نهایت عزیز، مانند ویدیوهای قبلی باز هم یک تعریف می داشته باشیم به interjection یعنی حرف ندا. تعریف: Interjections are those letters which are used to show some sound, feeling or emotion. Once again, interjection are those letters which are used to show some sound, feeling or emotion. به ترجمه تعریف انگلیسی ما، حروف ندا عبارت از حروف هستند که برای نشان دادن احساسات و جذبات ناگهانی ما استفاده می شود. یعنی هرگاه ما شما احساسات و جذبات ناگهانی ما را در مقابل یک چیز نشان میدهیم، در آن صورت در زبان انگلیسی ما از interjection حروف ندا استفاده میکنیم. یعنی به این معنا که حروف ندا به خاطر نشان دادن احساسات و جذبات ناگهانی استفاده میشه. یعنی اگر ما شما بخوایم که احساسات و جذبات خود را در مقابل یک چیز نشان بدیم به شکل ناگهانی، در آن وقت ما میتوانیم که interjections یعنی حروف ندا را استفاده کنیم. خب شاگردان نهایت عزیز، بعضی از interjection ها یا حروف ندا را اینجا برای شما لیست کردیم. بسیار ساده و آسان تلفظ میشه و بعد از اون باز در جمله استعمالش کردیم و برای شما میخوام. خب interjection حرف ندا. اوپس، یعنی یک صدای ناگهانی است استفاده میشه. در اوقات استفاده میشه وقتی که ما شما یا انگشت ما یا یک عضو بدن ما افگار میشه، در اون حالت باز ما شما استفاده میکنیم از چی؟ از اوپس، یعنی یعنی او. درست است؟ یعنی یک صدای ناگهانی از دهن شما بیرون میشه. واو در حالت استفاده میشه که ما بیشتر هیجانی میشیم در مقابل یک چیزی. او در حالت استفاده میشه که باز هم ما متعجب میشیم. در حالت استفاده میشه که وقتی که ما شما یک موضوع رو درک میکنیم، یعنی جدیدا در مورد یک موضوع چی میکنیم؟ automatically یا suddenly گفته میتونم که ما چی میشیم؟ آگاه میشیم، با خبر میشیم. در روز ما از استفاده میکنیم. هی سلام هم معنا میدهد و در وقت استفاده میشه که ما توجه یک کسی رو به خود جلب کنیم. نو در حالت استفاده میشه که ما یعنی موافق نباشیم در مورد یک چیزی. یاهو در حالت استفاده میشه وقتی که ما شما فرض کنیم که در یک مسابقه می‌نشینیم، یا مسابقه کریکت است یا مسابقه فوتبال است یا یک مسابقه والیبال، هر چیز دیگری که است. وقتی که شما می‌بینید که یک تیم برنده میشه و تیمی است که بسیار ضعیف است، باز هم چی میکنن؟ کوشش میکنن و برنده میشن. در اون صورت باز ما دستای خودمون بلند میکنیم و چی صدا میکنیم؟ یا رو استفاده میکنیم. در حالت استفاده میشه که بسیار در جذبه و بسیار هیجانی میشه. بعدیش وات چی معنا میده؟ اما اینجا چی است؟ interjection یعنی حرف ندا است. میتوانیم که وات را در حالت هیجانی هم استفاده کنیم. در اصل وات چی است؟ یکی از سوالات معلوماتی است که درباره انسان و درباره اشخاص میپرسند. اما اینجا وات چی است؟ interjection است که هیجان و احساسات ما شما را نشان میده. خب شاگردان نهایت عزیز، ما بعضی از مثال‌های داریم به خاطر چی؟ به خاطر interjection که برای ما شما بسیار واضح و ساده می شود که ما شما باید بیشتر درباره‌اش بفهمیم که interjection یعنی حرف ندا به چه شکل استفاده میشه. خب what a lovely cat. What a lovely cat. چی یک پشک دوست داشتنی. تعجب کردیم.
یک شکل میبینی که بسیار معموله چی میگیم او چه یک شکل دوست داشتنی، یعنی احساسات و جذبات خود در مورد مقبولی از اون به شکل نشان دادن توسط چی؟ توسط او. Wow, they got the first position. Wow, they got the first position. Wow, آنها مقام اول رو کسب کردن، یعنی آنها مقام اول رو برنده شدن. درست است؟ خب بریم مثال بعدیش. What? She died? What? She died? برای ما شما بسیار جالب تمام میشه، بسیار جالب میباشه. چی بگیم؟ چی؟ او خانم فوت کرد؟ یا چی؟ او دختر یا او دختر خانم فوت کرد؟ یعنی احساسات و جذبات خود را نشان میدهیم. یعنی میبینیم که او خانم یا دختر صحتمند بود، جور تیار بود، اما ناگهانی چی کرد؟ فوت کرد. ما چی بگیم؟ چی؟ فلانی شخص یا فلانی خانم یا فلانی دختر خانم فوت کرد. ما توسط وقت احساسات و جذبات خود را نشان دادیم. درست است؟ Yahoo, we did it. Yahoo, we did it. چی بگم؟ بگه او ما انجامش دادیم. ما انجامش دادیم. باز هم احساسات خود را نشان دادیم در مقابل امو عملی که ما قبلا نمی‌دونستیم اما بالاخره انجامش دادیم. بعدش No, I am sorry. I can't do it. No, I'm sorry. I can't do it. نخیر. ما معذرت می‌خوایم. من نمی‌تونم که انجامش بدم. نخیر. من معذرت می‌خوایم. من نمی‌تونم که انجامش بدم. یعنی نو در حالت استفاده میشه که ما شما با یک کسی یا با یک چیز موافق نمی باشید. خب شما نهایت عزیز، درس ما شما بسیار ساده، بسیار آسان و بسیار مختصر بود. Interjection حروف ندا عبارت از حروفی هستند که احساسات و جذبات ناگهانی ما را در مقابل یک چیزی نشان میدهند. خدا کنه که از درس امروزی چیزی گرفته باشید. برای ویدیوهای بعدی، درس‌های بعدی چنل ما را سابسکرایب نمایید تا ویدیوی بعدی، درس بعدی که من حمید اریاخیل در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک بنیاز میسپارم. الله حافظ و ناصرتان.